بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادرانم، میخواهم آگاهتان سازم از یک خبر ناگهان خطرناک و بزرگ و آن تعلق دارد با این کتاب. این کتاب مانند قرآن را دارد و من باوری کامل دارم که هر کس این را در دست من بیند خیال میکند که قرآن کریم است. نخیر، این انجیل است، کتاب قرآن کریم نیست، کتاب اهل نصارا است و این مانندی قرآن کریم را دارد. بینید که بسم الله الرحمن الرحیم و انجیل به مانند قرآن نوشته شده است. و صفحه اول را اگر ما در نظر گذاریم میبینیم که الحمد را به مانند همون خودش نوشته اند و بسم الله و نام سوره فاتحه را همچنین. و صفحه میزنیم و میبینیم و مثلا یک آیت را میخوانیم: فاخذهم الغضب منهم فاخرج الیه ابوهم متوسلا. و همچنین بینید که سرصفحه ها را و نامه های سوره را همچنین به مانند قرآن نوشته اند. نگاه کنید که همه که نظریات قرآن در نظر گرفتند. و آخر قرآن را اگر بینیم و یا این چاپ کتاب را هم بینیم به مانند قرآن شده است که هر کس به چاپ رسانیده است تعریف آن را نمودند در اینجا به مانند که قرآن چاپ شده است، نام همون فبریکی که به چاپ رسانده است. و همچنین فهرست سوره ها را در نظر گیریم، نگاه کنید که نام سوره است و رقم و اجزاء و پاره های قرآن و همچنین در آخرش در نظر گیرید که صدق الله العظیم نوشته شده است و در آخر خداوند همه را توفیق دهد و آنها را ناگهان و نابود.